بچه‌ها، به یک ولاگ دیگه با من خیلی خوش اومدیم. بعد از مدت‌ها داریم میریم یه کافه کریسمسی. سلام پیش بود. رسیدیم در کنار خانم پانیز. اگر بیاها 6 ساعت باید لباس بپوشم. بچه‌ها اومدیم ادا بازی ها. چوسی ادا چوسی. اوه بس ببینیم تیپ تو. برو عقب ازم. از روسیه اومدن. کف مسکو. مامان بچه‌ها نظر استایل هم مشکل داره. I know that. Come on. که میشد. نمیدونم میدونی یا نه. شده 10 دیگه. خاطر اینکه من بلندتری نداشتم. اوکی تا برو عزیزم شما خوش. میرم. یا ابا درخته چرا گنده بود. در صفیم برای یک دانه عکس. بالاخره چوسی مونم اومدیم. کیو نمیبینید؟ سلام. پیاده رو. سولی مارچت هات پیچ نخوره با چوسیات. بخورم زمین آزادی جنبتن. سولی مارچز بعدی رو ببینید چه خوشگلش بوده. امروز دافی شدم. دافی نشدم. نه راست بگو خیلی داف شدیم. اینقدر حاتمیم. اون نورو ببین. نورو ببین. او مای کامپیوتر. اینجا ایران. تبلیغات بازرگانی اینا سفارش دادم. پانیز گفت نمیخواد. هستم رژیم میدونی. آره 2 دقیقه پیش به خاطر اینکه قهوه خوردم و یه ذره اوکی نیستم الان. هلو عاشقانه های من مدیر گفتم کن واقعا نمیتونم توی جمعیت دوست دارم ولی ماچ بر تو. من از اینا که نمیتونم استراحت اجتماعی دارم. همون دومادا خب من دوست دارم. آره اصلا چون من دوماد نیستم. من دومادم ایشون عروسه و این کلاه خزش. نه منظورم اینه کلاه خز داره. چقدر خوشگله. سلام بچه‌ها. اگه روز جمعه البته صبحشو براتون نگرفتم. الان ساعت تقریبا 4 اینا هستش. با من همراه باشید. الانم غذا داریم. غذا رو بهتون نشون بدم. خدایی روح غذا رو ببین. تهچینا یامی. بچه‌ها برج میلاد رو ببینید. واقعا هوا کثیفه. شیدو ببین. وایسا الان میاد بیرون. رفت پشت چیز. چقدر خوشگله. خدای اوی خیلی خوبه. خب بچه‌ها ما رفتیم. نمیتونستم اونجا ویدیو بگیرم براتون. ما رفتیم یه کافه برای فوتبال و اینا بود. بازی پرسپولیس. بعد الان داریم با بچه‌ها و دوستان میریم سمت سمت کن و اینا. از این چیزای سنتی هست. سفره خونه سنتی ها که بازی کنیم، صحبت کنیم، اختلاط کنیم که خلاصه این کارو کنیم. شما رو در جریان میذارم. بچه دقیقه اینجا نگاه کنید. اینجا این یه پاساژ این وسط. بعد این قهوه پادیز رو میبینید. بیاین حالا الان بهتون میگم چی می‌خواد. یه روز من اومده بودم این قهوه پادیز املت بخورم صبح. بعد
همین بغلش که اینطوری حالت پاساژ تور بود کنم مثل پاساژ پردیسانه. آقا یهو دیدیم دود، چه دودی. بعد چیز بودش، آتیش گرفته بود. بنده خدا فکر کنم یک نفرم فوت شد که چقدر دوستاش صدا زدن و اینا. حالا کاری ندارم دیگه، خیلی اوضاع بدی بود واقعا. اون لحظه اصلا همه تو شوک بودیم و خیلی ناراحت کننده بود. ولی میخوام اینو بهتون بگم که این قهوه پادیز هر چی که ما سفارش داده بودیم و ازمون پولش رو نگرفت. یعنی اینقدر آدم با شرفی بود که واقعا پولش رو نگرفت. و واقعا انقدر چیز شدم میگفتم نگاه کن مثلا آدمای خوبم هنوز پیدا میشه. بچه ها رسیدیم، اومدیم شهرزاد. ما همیشه میریم اینجا ببین حال و هوا رو ببین. عاشق خیابونایی که اینطوری ان، چه شمالش باشه چه ترجاش باشه. بچه ها اینجا رو نگاه کنید چه باحاله سیستم دوستمون، خیلی باحاله. بهزاد سیستم بچه ها رسیدیم. یو 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 نشان اینجا خیلی خوشگله. نگاه کنید چایو ببین. بچه ها خوشگله بلا اومده. سلام چه تو چیکار کنی؟ خب بچه ها امشب غذا رو قرار من درست کنم. تصمیم گرفتم که یه سالاد گل کلمو هم درست کنم. توش گل کلم ریختم، انار ریختم و میخوام یه مقدار گردو بریزم. حالا با من همراه باشید. خب یه مقدارم چیز ریختم تو گردوهای خوب شده، چون گل کلممون خیلی کم بود دیگه همین یه ذره دارم درست میکنم ببینم چی میشه. غذا هم دارم اینا درست میکنم تو ایر فرایر. سلام بچه‌ها چطورین؟ فکر کنم روز سوم این هفته است که دارم براتون ولاگ میگیرم. دارم میرم بازار و چون با موتور میرم اینا میذارم و شنگ گرم هم گوشامو هم پیشونیمو نگه میداره. بریم ببینیم که چه خبر، بهتون نشون میدم. بچه دارم میرم مغازه ربکا قادری برای خریدن این کالکشن جدید زمستونی. بچه ها خریدم اینو، حالا بهتون نشون میدم. بچه ها یه چیز بهتون بگم، الان بهتون میگم وایسا این پونه پردیسان رو رد کنم. برج میلادم جوش زده بچه ها، جوشش رو میبینید اینا. وایسا هیزا بیارم تو اینا، این جوششه. بابا بذارید نشون بدم جوشش رو اینا، این جوششه دیدی؟ من از بازار برگشتم، بعد دیگه برات بخوام بگم الان میخوام یه ذره بگردم بعد برم خونه. بچه ها امروز اومدم ناخونه‌مو درست کردم، نگاه کنیم خوب شد. خودم که خیلی دوستش دارم. دیگه الان دارم میرم. وای بچه ها نگاه کنیم چقدر خوشگله آسمون. بچه ها امروز فکر کنم سه شنبه است که دارم براتون ویدیو میگیرم. رفتم ناخونامو درست کردم. چقدر نور بده متاسفانه. خیلی ناخونام باحال شد به نظر خودم، دوست داشتم میتونی. بعد دیگه سه شنبه اوه شاینی ریزه چقدر خوشگلم. سایه رو ببین چه خوشگل. ناخونا رو ببین. ناخونا رو دیدی یا ندیدی؟ ناخونامو ببین. آره دیگه خلاصه که الان داریم این خونه یکی از دوستامون یه ذره بازی مازی کنیم و سه شنبه است دیگه. تا فردا دیگه هر اتفاقی بیفته براتون ویدیو رو میگیرم و فردا میبندم و سعی میکنم که ویدیو رو براتون بذارم. بریم که ببینیم که چی میشه. همیشه خدا هم که ترافیکه، یعنی شما ترافیک نباشه این تهران باید تعجب کنین.
قد نشده بود. شاتوری اسکافل. ما رسیدیم، میخوایم این بازیه رو با بچه ها انجام بدیم. اسمش ریسکه. ریسک دوست همه چه ماکارانی برمون درست کرد. چا امشب اومدیم هایپر مینی. حالا با ما همراه باشید دیگه. اینا که من زدم. بچه ها این شامپوی منه، خیلی رو مای من تاثیر گذاشته. بچه ها تصمیم گرفتم اینو بگیرم امتحان کنم، خوب بود بهتون میگم. بچه ها این انترای نمورو خیلی خوبه، من اینش رو میزنم و میخوام وردارم، تموم شده برای من. بچه ها ببینید من عاشق اینا هم. خیلی هم کم پیدا میشه تو هایپرنیا ولی هست، خیلی هوشمزه است. بچه ها من میمیرم واسه گوجه خشک، خیلی خوشمزه میشه روی مثلا پاستا ماستا بریزید. ولی واقعا این چیه؟ آها این میوه خشک به یه مدل دیگه است. تمام بچه ها برام امروز بسته اومده. بایستی دارم بهتون میگم چه برنده. از برند ماکسی میلیون فکر کنم برای ماسک مویا باید باشه. دستشون درد نکنه. 2 تا فرستادن، حالا ببینم فرقش چیه. خب بچه ها امروز دیگه پنجشنبه است. امروز دیگه این ویدیو یه هفته رو میبندم و دوباره برای هفته جدید یه ویدیو دیگه داریم. و ببین پوست منو ببین چه شکلی شده، میبینید اصلا داغون شده پوستم، خوش شده، بعد خیلی هم اینطوری ریز حالت قرمزی گرفته، اصلا نمیدونم چرا، فکر کنم به خاطر سرمای زیاد این اتفاق براش افتاده. خلاصه بعد بهش برسم دیگه. خب بذار این درست کنم. دیروز من خودم توی آنلاین شاپم خیلی ماسک های خوب دارم، ماسک های آبرسان خیلی خوب. دیروز که رفته بودم هایپر گفتم بذار یه دونه اینا بگیرم، اینا رو امتحان کنم ببینم چه جوریه، که این مدل خیارش رو گرفتم که حالا گفتم بیام با هم بزنم. گفتم یه دونه از اینا امتحان کنیم، همیشه که نباید واسه خودمون باشه. خب اولا که اونی که خود من دارم خیلی خیس و اینا، یعنی موادش زیاده. چیزی که تو این خیلی به نظرم یه حالیه، نگاه کن انگار رنگ داره اینجاهاش، میبینید؟ حالا نمیدونم که چرا. بعد مگه من خیار و نعناشو گرفتم، نعنا هم داره، میگم خدای چرا بوی خیار نمیده. آره اونقدر به نظر من مواد نداره توش، این یکی بدیاشه، ولی حالا میذاریم دیگه. مثلا مشخص اونقدرم خیس نیست، شما هم حتی میبینید قشنگ نمیچسب، ببینید یه حالی اصلا. به زور باید بچسبونمش بچه ها، ولی چیزهای خوبی توشه در نهایت. حالا تاریخش برای کیه؟ تا 2026 هم که تاریخ داره، نمیدونم. تولیدش هم تو قشم و فلان و بیساره، زیاد اون حس خیسی رو نداره تو مخ، مثلا ببین اینجا شای ول میشه. همین دیگه بچه ها، این ولاگم ببندم و تو ولاگ بعدی برای هفته بعد میبینمتون. دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره، کامنت انگلیسی پلیز، و نظرتون راجع به ولاگ بیاین بگین. فعلا خدافظ.